آیا با ترید کردن ما میتونیم پولدار بشیم یا نه؟ سلام، من مصطفی هستم و به کانال بیت تیپ خیلی خوش اومدید. سوالی که ذهن خیلی‌ها رو میتونه درگیر بکنه، اگر مثلا دوستی دارید یا کسی از آشنایانتون بهتون میگه که مثلا من تریدرم، این چیز تو ذهنتون میاد که چقدر طرف پول داره. آیا واقعا کسی که تریدر پول داره یا نه؟ ترید یک کلمه انگلیسیه که اگر بخوایم بیایم معادل فارسیشو پیدا کنیم میشه بیزینس یا مثلا میتونه بشه تجارت یا همچین چیزهایی. در حالتهای خب مختلف معنی مختلف میتونه داشته باشه. خب اینو شما در نظر بگیرید که آیا همه کسایی که مثلا تجارت میکنن، بیزینس میکنن، آیا پول دارن یا نه؟ خب خیلی از کسا رو من میشناسم که وارد تجارت شدن و بعد از یک مدتی شکست خوردن. خب ترید کردن هم دقیقاً همون حالت هستش و به خیلی از عوامل زیادی بستگی داره که اون فرد بتونه از این طریق پولدار بشه. ترید کردن مثل سایر شغل‌های دیگه میشه گفتش که خب یک شغلی هستش که همونطور که میتونه سود خودش رو داشته باشه میتونه ضرر خودش رو هم داشته باشه. در ویدیو قبلی که لینکش این بالا براتون میاد من گفتم که با چقدر سرمایه شما میتونید وارد بازار ارزهای دیجیتال بشید. پس اینم اینجا میخوام بگم که صرفا سرمایه زیاد دلیل بر داشتن سود زیاد نمیشه و مهمترین چیزی که میتونه شما رو به سود مستمر و سودهای خوب توی بازارهای مالی برسونه اینه که شما دانش این بازارها رو داشته باشید. یا بهتر اینطور بگم که هر کسی که داخل بازارهای مالی هسته صرفاً پولدار نیست. توی ویدیو بعدی میخوام در مورد ترید کردن که راحت ترین شغل سخت دنیاست بیشتر صحبت بکنم. پس حتما این ویدیو رو لایک کنید، برای دوستانتون بفرستید و اگر کانال ما رو ساب کنید، حمایت بزرگی از ما کردید. حتما عضو کانال تلگرام ما هم بشید. خیلی دوستتون دارم و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.